پیوستمو عبدالمومنووا مادر گلبدین زیوبیکوف ساکن کشته شده نویه روشقله مسئله بکندی پیش رفتن تحقیق کشتار پسرش را با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان گنرال علیشیر میرزانباد در میان گذاشته است. مادر گلبدین زیوبیکوف به رادیو آزادی گفت رئیس ولایت او و باز دو جوان در حادثه ماه نوامبر زخمی شده را روز 25 ینور به حضور پذیرفته است. همراه من دو جوانی که در حادثه های 25 و 28 نوامبر زخمی شده بودند نیز حضور داشتند. مقامات به سوالهای من گوش دادند. از علیشیر میرزانباد پرسیدم که مادر داری؟ گفت بله. پرسیدم فرزند داری؟ جواب داد که چهار فرزند دارد. گفتم پس چرا فرزند من با بیرحمی کشته شد و مقامات تفتیشات را پیش نمیبرند؟ وی پاسخ داد که تفتیش پرونده ادامه دارد. نقل کرده است پیوستمو عبدالمومنووا. یک نماینده حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحبت با آزادی با مادر گلبدین زیوبیکوف ملاقات کردن رئیس ولایت را تصدیق کرد، اما گفت از جزئیاتش خبر ندارد. مادر گلبدین زیوبیکوف میگوید بعد ملاقاتش با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان خواست تا جریان تحقیق پرونده را از داستانها بپرسد، ولی این برایش میسر نشد. میخواستم بپرسم که جسد فرزندم را از گور برآوردید، تفتیش کردید، بعد چی شد؟ کسی حاضر نشد که پاسخ دهد. یادآور میشویم روز 25 نوامبر سال 2021 در پی بازداشتش به طور مرموز جان باختن گلبدین زیوبیکوف ساکن 29 ساله دهه تفدیم نویه روشقله سبب اعتراضهای گسترده در خورخ شد که 4 روز از 25 تا 28 نوامبر دوام کرد. مردم جسد زیوبیکوف در روی دست اول در کوچه‌های خورخ راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع آمده به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ او را طلب کردند. در روزهای ناآرامی‌ها در بدخشان باز دو ساکن این ولایت کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها 28 نوامبر وقت خانه به خانه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیوبیکوف را دادند. به این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد، ولی با گذشت بیش از 2 ماه برای کشتن زیوبیکوف کسی معین و دستگیر نشده است. در بین 2 روز برقرار کردن خط علاقه موبیلی و اینترنت در بدخشان که یک وعده دیگر مقامات در عوض خالی کردن میدان به اعتراضگران بود نیز با گذشت بیش از 2 ماه اجرا نشده است. نمایندگان کمیسیون 44 که اعتراضگران خورخ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌های آنها انتخاب کردند چندین بار شکایت کردند که مقامات تفتیش پرونده‌های لتوکوب کارمندان مقامات و حتی بریدن چند درخت را در روزهای اعتراضهای خورخ در مد اول گذاشته، موردهای کشتن و زخمی کردن ساکنان از جمله قتل گلبدین زیوبیکوف را که سبب اساسی اعتراضها شد یک سو گذاشتند.